داستانی تیوب. دوستان عزیز سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. قراره با هم داستانی زیبا رو بشنویم. لطفاً چنل رو ساب کنید و زنگوله رو هم بزنید که داستانهای بعدی رو از دست ندید. بریم سراغ داستان. توی یه شهر قدیمی خیلی سالها پیش پیرمردی خسیس و ثروتمند زندگی می‌کرد. روزها مشغول کار و جمع کردن سکه و طلا بود و شبها مشغول قایم کردنشون. شب که میشد شهر میرفت توی سکوت. خیابونها تاریک، چراغها خاموش. هوا یه جور سردی داشت که آدم دلش میخواست زودتر بره زیر پتو. قنبرخان، پیرمردی که همه به سنگدلی میشناختنش، وقتی رد میشد مردم آهسته میگفتن این همونیه که پول داره ولی دل نداره. زنش زنی آروم و ساکت و مشغول خونه‌داری و بچه‌داری بود. چهره‌ای که انگار سالها خنده به خودش ندیده بود و از این همه خساست و سنگدلی به تنگ اومده بود. ولی قنبر اصلاً اهمیتی به هیچ کدوم از این حرفا نمیداد. تمام فکر و ذکرش شده بود جمع کردن پول. هر شب وقتی همه خواب بودن، قنبر یه چراغ دستی روشن می‌کرد، کلید یه صندوق قدیمی رو ور می‌داشت و راه می‌افتاد. میرفت به یه خرابه بیرون از شهر که یه صندوق پر از طلا و سکه که جمع کرده بود رو نگاه می‌کرد. همین که در صندوق باز می‌شد، چشماش برق می‌زد. انگار دنیاش همون لحظه شروع می‌شد. سکه‌ها، طلاها و چند تا جواهر قدیمی. هر کدومو برمی داشت، نگاه می‌کرد، وزن می‌کرد، حتی می‌بوسید. سکه و طلاهایی رو هم که امروز به دست آورده بود رو به بقیه‌شون اضافه می‌کرد و در صندوق رو می‌بست. و آروم دست می‌کشید روی صندوق و زیر لب می‌گفت تا فردا شب. ولی خبر نداشت که آدمی که پول پرست باشه مهربونی رو فراموش میکنه ولی خاک رو نه. اون طرف شهر یه جوونی بود به اسم سیاوش. جوونی از جنس امید ولی خسته. چشماش عمیقه، دستاش پینه بسته ولی هنوز ته دلش روشن بود. مثل چراغ کمرونی که خاموش نشده ولی زور میزنه روشن بمونه. سیاوش عاشق بود. عاشق دختری به اسم لیلا. لیلا دختر آرومی بود. صدایی که وقتی حرف میزد انگار خستگی روز از دوش آدم میافتاد. سیاوش میخواست زندگی بسازه. ولی دنیا براش سخت گرفته بود. مادرش بیمار بود، کارش کم بود. جیبش همیشه سبک، ولی قلبش سنگین از آرزو. یه روز پدر لیلا به سیاوش گفته بود پسرم، عشق خوبه، ولی زندگی پول میخواد. برو روی پاهات وایسا، بعد بیا حرف بزنیم. سیاوش حرفی نداشت. میدونست حق با اونه. و از اون روز تمام فکرش شده بود این که چطور بتونه یه زندگی خوب و امن برای لیلا درست کنه. اون شب باد تندی میومد. سیاوش از کار برمیگشت خسته و بی صدا. وقتی از کنار خونه قنبر رد شد، دید نور کمجونی از پشت حیاط میاد. ایستاد، کنجکاو شد. دید قنبر در پشتی رو باز کرد، کیسه‌ای برداشت و یواشکی رفت سمت بیرون شهر. سیاوش با خودش گفت این وقت شب کجا میره؟ آروم دنبالش رفت، نه با نیت بد، بیشتر از روی چیزی که شبیه تقدیر بود. به خونه متروکه رسیدن. صندوق باز شد. قنبر زانو زد. اون برق، اون عشق بیمارگونه. سیاوش نفسش بند اومد. لحظه ای چشماش سنگین شد. فکر مادرش، فکر لیلا، فکر زندگی که هر روز خواب و خوراک و ازش گرفته بود. قنبر رفت. سیاوش موند. تا صبح فکر کرد. نه گریه، نه فریاد. سکوتی تلخ که فقط آدمای خسته میفهمند. سکه ها سرد بودند، مثل دل قنبر. برداشت، نه با لبخند، نه با هیجان. با دستایی که میلرزید و قلبی که درد میکشید. اگه تا اینجای داستانو دوست داشتی، لطفاً دوست عزیزم ویدیو رو لایک کن تا برای ادامه داستان
به هم انرژی بدی و از من حمایت کنی. خب بریم سراغ ادامه داستان. فردا شب قنبر باز یه چراغ روشن کرد. کلیدو برداشت و وقتی همه خواب بودن رفت سمت خونه خرابه بیرون شهر. صندوقو که باز کرد صدایی از گلوی پیرمرد در اومد که آدم رو میلرزوند. نه صدای گریه، صدای شکستن. قمر تا صبح بالای سر صندوق با قلب شکسته، جوری که انگار خودش مرده بود، بالای سر صندوق عزاداری کرد. صبح که شد سمت خونه، از وسط بازار که میگذشت مردم دیدنش. ولی همون قنبر همیشگی نبود. ولی هیچ کس دلش نسوخت. وقتی رفت خونه ماجرا رو که به زنش گفت، زنش با نگاهی پر از حسرت بهش گفت تو این طلاها رو داشتی یا فقط میدیدیشون؟ وقتی خرج نکنی نداشتن و داشتن چه فرقی داره؟ قنبر نگاه کرد. نگاهش خالی بود. انگار عمرش تباه شده بود. حالا تو بگو به نظر تو کار سیاوش درست بود؟ حتما توی کامنت ها نظرتو به هم بگو. ممنونم که تا آخر این داستان همراه من موندی. اگه از این داستان خوشت اومد لطفاً لایک کن و به هم انرژی بده و چنل رو ساب کن تا داستانای بعدی رو از دست ندی. تا داستان بعدی به خدای بزرگ میسپارمت. داستانی تیوب